زنا در حیات انسان قشاقی را میاره. جناب پیامبر گفتن که زناکاری و بایگری ابدی جمع نمیشود. انسان زناگار رفته رفته قشاق میشود، خار میشود، ذلیل میشود، فقیر میشود، نادارنده میشود و زانو میزنه. یک ضرری که زنا داره انسان قشاق میگردانه و ضرر دیگری که زنا داره برای انسان اگر توبه نکنه حتما در اهل بیت خودش همین زنا کرده میشود. حتما پیغمبر بزرگوار گفتن که من زنا زنی بهی، هر انسانی که زنا کرد در اهل بیت او شخصیت زنا کرده میشود. یعنی خواهرشه یا اینکه همسرشه یا اینکه دخترشه یا اینکه یک نزدیک یک شخصیت قریب شه، یعنی این کار بی آبروگی را میکنن تا اینکه برای او شخصیت در پیش روش بیاید کارهای کردش.